درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه اطلاعاتی امروز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما من ملوینا منظر و قرار دارم. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. دعوای ساکنان برای خانه‌های استقامتی. حاصل فراوانی امساله نرخ بازار را ارزان‌تر کرد. کمک‌های نوبتی برای آسیب دیدگان از جانب ترکیه، قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا. جنبست آزمونی آشی پلو در دوشنبه. همراهان ظریفی دوباره به سیاست برگشته، اکنون مسئولیت سفیر ژاپن را به دوش گرفت. شهریار دمینو با قایقش جای اول را اشغال کرده راه سوی المپیادا گرفتن است. برای باز هم خوبتر و بهتر کردن شرایط مردم و حسن شهر را آرا دادن با خانه‌های بلندآشانه، حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته بود که خانه‌های کهنه شده را از سرینه به بینای بلندآشانه تبدیل بدهند. من شرکت ساختمانی در شهر دوشنبه به بینای رودکی 142 رفته، آنجا با ساکنان این محله گفتگو کرده طلب کردند که برای بنا را از سر آماده کردن از خانه‌هایشان بیرون آیند و بر عوض آن پول یا اینکه تا به اتمام رسیدن خانه‌هایشان با خانه‌های دیگر آنها را تامین می‌کنند. اما دو ساکن این محله، یکی ماریا تریوپینا، به این پیشنهاد راضی نیست و نمیخواهد از خانه‌اش بیرون آید. ماریا تریوپینا، ساکن 84 ساله شهر دوشنبه، مبلغی را که بر عوض اتاق زیستش پیشنهاد شده است ناچیز می‌داند. او ادعا دارد که تجربه 35 ساله‌ای کار در بوستانسرای شورای وزیران تاجیکستان را دارد و ابراز می‌کند که در طول فعالیت کاریش در حکومت کشور تمام والامقام‌ها او را می‌شناختند و احترام می‌کردند، اما امروز کارمندان شرکت ساختمانی در او را می‌کوبند و از منزلش بیرون کردن می‌خواهند. اما کارمندان شرکت ساختمانی میگویند که به این زن 3 خانه را پیشنهاد کردیم که از همه این خانه ها دستکشی کرده و ناراضگی خود را بیان می نماید. امسال در تاجیکستان نسبت به سالهای گذشته نرخ میوه و سبزیجات نسبتاً ارزان شده است که این از نتیجه خوبی حاصل فراوانی میوه و سبزیجات در کشور است. هفته آخر نرخ در بازار شهر و نواحی‌های پایتخت به تدریج پست شده ایستاده است که این خریداران را از چنین نرخ و نوا در بازار قناعتمند می‌کند. در بازار حالا 1 کیلو شفتالو از 3 تا 5 سومانی، سیب و انگور سیاه 5-6 سومانی، بادرنگ 1.5 سومانی و پمیدار تا 2 سومانی می‌ایستد. مدیر شعبه اطلاعات و مطبوعات وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان عدالت کریمووا به خبرنگارمان سبب اساسی پست شدن نرخ سبزیجات و میوه‌جات را شرح داده چنین ابراز داشت که اساساً پست شوی نرخ از باد و هوا و زیاد شدن میدان‌های میوه و سبزیجات است. هرچند میدان‌های میوه و سبزیجات زیاد شوند، همانقدر نرخ آنها در بازار پایان می‌فراید. عدالت میگوید که نرخ امسال نظر به دوره سال گذشته تا 40% پایان رفته است و مردم اکنون با شکم‌سیری می‌توانند میوه بخورند. مساعد آمدن باد و هوا هم است، چون که بعد زیاد شدن میدان‌های من باغ تاکزارو هست و همین خاطر خیلی کمترین سال زمستانی ها بعدی من نوروزی من بارشات برف و بارانی که در وی شد ولایت سوخت شد اینجا کمتر تاثیر رساند مسئله ویدن استحصال میوه، لیکن خیلی استحصال انگور دیگر من میوه‌جات در دیگر منطقه ها من خوب است. وزارت کشاورزی صلاحیت من نرخ بلند برداشتن پایان برداشتن ندارد. دیگر من ساختارهایی هستند که مسئله من نرخ و وقتی سر کار دارن، که مسئله استحصال زیاد شدن استحصال البته وزارت کشاورزی نظارت می‌دارد. برنامه من اصلاحات ساحه کشاورزی قبول شدگی بود. برنامه ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012 و 2020 این برنامه عینی زمان فعالیت کرده ایستاده است البته در ساحه من کشاورزی و دیگر من برنامه رشدی و برنامه رشدی ساحه باغ و تاک پروری برای سالهای 2009 2014 بود. من عینی زمان این برنامه من تمام شد و برنامه نو که در روی نزدیک قبول شود و من تاثیر همین برنامه هم البته هست که ساحه من باغ و تاک پروری رشد یافته ایستاده است و نرخ من تاثیر رسانی پسشوی یعنی که نرخ و نوای یعنی میوه سبزیجات هم است، همین برنامه شده میتونم. امسال که تاجیکستان از آفت طبیعی ضرر بی‌نهایت زیاد را دیده است، امروزها از هر گوشه دنیا برای عائله‌های آسیب دیده کمک رسانی‌های بسیار به نظر می‌رسند. علاوه بر دیگر کشورهای یاری کننده، همچنین روزهای گذشته از جانب جمهوری ترکیه، قرقیزستان و ایالات متحده آمریکا کمک بشردوستانه ارسال شد.
از نام حکومت ترکیه به تاجیکستان 28 تن مواد خوراک ارسال شد که برای 166 اویله پیش بینی شده است که به هر یک اویله 177 کیلوگرمی راست می آید. از جانب حکومتداران همسایه کشور قرقیزستان به اویله از آفت طبیعی آسیب دیده تاجیکستان و مبلغ عمومی 3 میلیون سومانی بیش از 52,600 دلار ایالات متحده آمریکا کمک بشردوستانه فرستادند. همچنین برای دستگیری آسیب دیدگان سیل حکومت ایالات متحده آمریکا کمک بشردوستانه را از جمله خیمه‌ها، قوطی‌های دارای لوازمات طبی و سانیتری و دیگر مواد تعجیلی به مبلغ زیاده از 60,000 دلار آمریکایی به اویله‌های دهه برسیم، کلخازآباد و وادی رش رسانید. همزمان حکومت ایالات متحده آمریکا همدردی عمیق خود را به مردم تاجیکستان که در نتیجه فرآمدن سیل از روز 19 ایول در وادی رشت و ناحیه‌های روشن، شغنان و ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان آسیب دیدن بیان می‌نماید. تماشابینان عزیز، حالا متوجه باشید با برخی از خبرهای دیگر منطقه با شرح کوتاهشان. دادگاه در شهر ورانژ روسیه یک دانشجوی تاجیک مقیم این کشور را برای 6 سال و 8 ماه از آزادی محروم کرده است. طبق اطلاع خدمات فدرالی امنیتی روسیه، این جوان 23 ساله تاجیک در قاچاق مواد مخدر ایبدار دانسته شده است. به قول مسئولین این نهاد، این شهروند تاجیکستان که در یکی از آموزشگاه‌های شهر ورانژ تحصیل می‌کرد، هنگام انتقال 2.5 کیلو مواد هروئین بازداشت شده است که ارزش آن در بازار سیاه بیش از 3 میلیون روبل روسی میباشد. در موضع قاچاقچی ناحیه بادکند ولایت بادکند در قطعه مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 8 آگوست مناقشه نوبتی به وقوع پیوسته است. بر اثر آن یک مرزبانی قرقیز جراحت سبک برداشت. به مرزبانی زخم شده کمک طبی رسانیده شده. عین زمان او در بنگاه طبی دسته سرحدبانان قرار داشته است و وضع سلامتیش قناعت بخش است. اداره مفتیان قرقیزستان میگویند امسال در موسم حج 2015 3685 ساکن این کشور اشتراک خواهند کرد که تا 2 هفته دیگر معرکه سفربرکنی آنها به عربستان سعودی آغاز خواهد شد. طبق اطلاع دفتر مطبوعات این نهاد، اولین گروه زائرین قرقیز امسال به شهر مدینه منوره روز 25 آگوست سال روان پرواز خواهند کرد. روز 10 آگوست ماشینی بمب گذاشته شده به پستگاهی در نزد فرودگاه کابل روانه کرده که در نتیجه کمش 5 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. طالبان در افغانستان مسئولیت ترکیش قوی را به عهده گرفتند که در نزدیکی فرودگاه شهر کابل به وقوع پیوست. 3 ماه تابستان فستیوال آش پلو گذرانیده شد که از 22 آگوست در یکی از باغ‌های استراحتی و فرهنگی شهر دوشنبه دوره جنبستی فستیوال آزمون جمهوریوی آش پلو برگزار می شود. در نقشه است که در آن نمایندگان 68 شهر و نواحی‌های کشور شرکت خواهند ورزید. بنا به معلومات وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، مقصد از برگزاری فستیوال آزمون ترغیب و عمومی‌گردانی سنت‌های بهترین ملی بوده، واسطه خوب برای وحدت ملی، تربیت فرهنگ آشپزی و تکمیل مهارت کسبی آشپزها به شمار می‌رود. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، با فرمان پرزیدنت دیروز سابق وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراهخان ظریفی به مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شده است که این وظیفه را غلامجان بابازاده رهبری میکرد عوض نمود. همراهخان ظریفی از ماه دکبر سال 2006 تا ماه نوامبر سال 2013 وزیر کارهای خارجه تاجیکستان بود. حدود 2 سال سپری شده در یگان وظیفه فعالیت نداشت. در این مدت گاه در صفحه فیسبوکیش در اینترنت از سفرهایش عکس‌ها گذاشته، برداشت‌هایش را راجع به مسائل گوناگون در چند جمله می‌نوشت. در مورد فعالیت قبلی و امروزه جناب آقای ظریفی حرف زدن در بعضی موارد اگر دشوار باشد، در جای دیگر مشکل جای دارد، ولی میتوان گفت که این انسان یک افسری کادری نهاد امنیتی زمان شوروی و بعداً دولت ملی تاجیکستان است. سابقه امنیتی دارد و تقویت یافته در نظام دیپلماتی تاجیکستان.
در پرتغالیا مسابقه قایقرانی برگزار گردید که در آنجا قریب از تمام کشورهای جهان ورزشکاران اشتراک کردند. از تاجیکستان در این مسابقه شهریار دامینوف ساکن 18 ساله دوشنبه همچون یگانه ورزشکار اشتراک نمود که در میان 500 ورزشکار از 36 کشور جهان تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان اوید به قایقرانی در بایدارکا و کانوئه در شهر لیسابون پرتغالیا نمایندگی کرد. شهریار دامینوف در سبقت قایقرانی کانوئه یککسه در مسافه 1000 متر به نتیجه 4 دقیقه و 7 ثانیه در گروه ب مقام اول را به دست آورد. شهریار دامینوف میگوید در گروه اول مقام چهارم را به دست آورده برای اشتراک در بازی فینالی گروه ب راحت گرفتم. در این مسابقه ورزشکاران از 56 دولت دنیا و از جمله در گروه ما ورزشکارانی از 36 کشور جهان اشتراک داشتند. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. به همه شما شنیدن خبرهای نیک و آرامی و خوشنودی را تمنا دارم. تا بخش نوبتی، خدا نگهبانتان.